درود بیننده عزیز شبکه شما دلیل مالی، امیدوارم شما خوب و خوش و سلامت سریال هستید. ماه شریف رمضان مبارک باشد. خیابان رودکی است نزد فروشگاه صدبرگ شهر دوشنبه و به سراغ ما معلمه عزیز صدیقه و هوسماه آمدن از ناحیه ورزاب. بحث منزل دارند که معلمه بیش از 10 سال باز تجربه کاری در مکتب دارند همچون معلمه، ولی تا حال صاحب زمینی نزد حولگی نشدند و در خانه مادرشان اقامت میکنند و بیاید پورتر معلمه خودشان برای ما شرح میتیند. معلمه جان با اجازه یک بار پورا معرفی میکردید خودتون، سال، ماه تولد، نام و نسب؟ من صدیقه و هوسماه سفرونم. متولدی کدام سال؟ 1984. از کدام سال در مکتب در کجا درس میدید؟ از 2004 در شهر دوشنبه درس میدادم در مؤسسه نمره 62 و از سال 2007 در مؤسسه تحصیلات میانه نمره 39 ناحیه ورزاب. همچنین معلمه کدام فن؟ تاریخ و حقوق. بحث شما نداشتن زمین نزد حولگی است؟ بله. شما چند بار عریضه کردید؟ من 3 بار عریضه کردم. کدام سال؟ یک بار سال 2011 اون وقت مجرد بودم، دوم بار سال 2017 و سوم بار سال 2018. در همین 3 عریضه شما که به جماعت پیشنهاد کردین جواب چی آمد؟ جواب میگن که ما شما را برای خط میگیریم برای فوند منزل، وقتی که جدا شد بعد زمین میتیم. از همین 2011 شما دیدید که در حق همسایه که جماعتچگی یک بار زمین تقسیم شد یا نه؟ بله، از 2011 تقسیم کرد یک بار فوند زمین در جماعت من ندادن، مراجعت هم نکردند، حوزی دو دستن هم میکنه دکمنت. خیلی نمیتونم من بچه نمیتونم. شما بعد عریضه شکایتی که عریضه تکراری به اونجا دیگه مراجعت کردید که جماعت به شما زمین نمیتید؟ بله، به مجلس ملی نوشتم، جوابش با به ناحیه اومد. در مجلس ملی کی نوشتید؟ 4 ینوری همین سال. جوابش چی آمد به جماعت؟ جوابش به کمیته زمین مرا جیغ زدن، به ناحیه اومده است، همونجا جیغ زدن. چی گفتن از کمیته زمین؟ همونجا دم گفتن که ما فوند منزل نداریم، اگر جدا شد معلمه بعد میتیم. ولی شما از 2011 دیدید که با دیگر زمین تقسیم کردن؟ بله، میتیم زمین. شما حالی در کجا زندگی دارین؟ من در حولی مادرم، همراه مادرم و دادرم. اونجا برای شما زمین و خانه نیست که اگر همونجا ایستید و همونجا مسکون شوید؟ نه نیستی، خیلی امکانیت کم اونجا زمین. برای چی خیلی امکانیت نیست؟ در حولی مادرم زمین کم، دادرم با 2 تا بچه دارد ویم. شما فرزند دارین؟ بله، من یک پسرچه دارم. فرزندتون کجا زندگی میکنه؟ در دستی اپم زندگی میکند، برای که من کار میکنم در خونه، مادرم پیره و یعنی نگهبین کردن نمیتوند، همراه اپم زندگی میکنم. شما همچون آموزگار بار در قبول وزیر معارف بودید که همین مسئله را بررسی کنید؟ نه، برای این مسئله وزیر مراجعه نکرد. از فرمان حکومت برای دستگیری معلمه ها و آموزگارای جوان برای تامین زمین نزد حولگی مقامات محل وظیفه دارن، از این چیزا با خبر هستین یا نه؟ با خبرم، حتی ما قرارداد داریم، همون قرارداد در گفتگی همین چیزا، لیکن من دارم یک زمینی باغ دارم، شرطنامه باغ، حتی همون پول شرطنامه میسپرم. چند بار مراجعت کردم به ناحیه به کمیته زمین، جماعت میگو که این زمین خواجگی خواجگی میگو که رسان به شما کمک میکنه. بله، خواجگی میگو که اینا برای خانه استقامتی کردن امکانیت نیست. چند متر مکعب، چند سوتی خواجگی اوری رسان دارین شما؟ یا 6 صدیقه، همین خیال ممکن زیادتر باشه. بله، همچنین. برای منزل اجازه نیست؟ برای منزل حتی رئیس ناحیه، رئیس کمیته زمین گفتن که ما این صلاحیت نداریم. شما پس خواهش و انتظاریتون از کجا است که به سراغ ما آمدید که میخواید صاحب منزل؟ من به پرزیدنت مراجعت کردنی ام که من بسیار احتیاج دارم برای زمین، اگر اجازت باشد، چون که من در هر جا که مراجعت میکنم میگن که فرمان حکومت در کار است. به پرزیدنت محترم جناب عالی مراجعت کردنی ام که اجازتی ان در همون زمین باغ من منزل استقامتی بنیاد کنم. برای خودتون و فرزند؟ برای خودم و فرزندم البته. شما از همسرتون جدا شدین؟ بله، ما یک جا زندگی نمیکنیم. همسرتون زمین نداشتن، منزل نداشتن که اونا همراه زندگی کنن؟ نه و یا ندارن. نداشتن. خب سلامت باشین. تشکر برای اعتماد و باورتون. امیدوارم که دیگر حجتاتون رو برای ما روان میکنید که ما بالای این ویدیو گذاریش نشر کنیم. رحمت. تشکر. شما هم سلامت باشید. بله، حجت‌ها هستن. این پاره صحبت ما با معلمه صدیقه و هوسماه از ناحیه ورزاب بود که بحث منزل و زمین نزد حولگی داشتن. امیدوارم که حق به حقدار برسد و معلمه عزیز با این همه تجربه کاریشون صاحب زمین نزد حولگی شوند. بازم رمضان براتون مبارک باشد. زنده باد صلح، ثبات، آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. بدرود تا درودهای دیگر.